به همسرمون میگیم ببخشید ناراحتت کردم. همین هر باری که همسرمون ناراحت میکنم، خاطر تلخ ایجاد میکنم، حالشو بد میکنم، نیاز 5 بار خوشحالش بکنم که تازه برسم به نقطه 0. 5 بار براش جبران بکنم تازه میرسه به نقطه 0. چون پرش میکنم از تله‌های شخصیتی. پس این باری که خواستیم تحقیر کنیم، توهین کنیم، حالشو بد کنیم، قولهایی که بهش دادیم رو عمل نکنیم، بدونیم که بابت هر کدومش باید 5 بار از دلش در بیاریم. پس 1، اصلا ما حق نداریم ناراحتش بکنیم به هر علتی، حق نداریم توهین کنیم، تحقیر کنیم. و 2، اگر به هر علتی خواسته یا ناخواسته حالشو بد کردیم، باید حداقل 5 بار خوشحالش بکنیم، وگرنه میشه همین آماری که هست: طلاق عاطفی، طلاق فیزیکی، ناراحتی، افسردگی و حال بد رابطه. مراقب رابطه هامون باشیم.